شما تا الان چند بار تلاش کردین که ترک بکنین و هر بار چه اتفاقی افتاده؟ روش‌های خودتون برای ترک چقدر تا الان مفید بوده؟ احتمالاً بارها تلاش کردین که خودتون به تنهایی ترک بکنین و به خانواده و اطرافیان گفتین که به تنهایی از پسش برمیاین. اما یک سری مسائل باعث شده که شکست بخورین. چه مسائلی باعث شده که تحت فشار قرار بگیرین و شکست بخورین توی این درمانتون؟ مطمئناً یک سری عوامل محیطی، جسمی، هیجانی باعث میشه که شما به عقب برگردید. بین کنترل این محرک ها مثل همون عوامل محیطی، جسمی، هیجانی و پاسخ شما به این عوامل که مصرف کردن میشه یک فضایی وجود داره که این قدرت انتخاب شما در مواجهه با این مشکلات هستش. پس اگر شما سعی بکنین که به صورت کاملا تخصصی این توانایی های خودتون رو افزایش بدین، توی درمانتون موفق تر خواهید بود.